Today, the United Nations Security Council voted overwhelmingly to sanction Iran for its continued failure to live up to its obligations. در گزارش آژانس همچنین گفته شده ایران مجموعه دومی به آبشار سانتریفیوژ خود افزوده اما هنوز آن را عملیاتی نکرده است. Indeed, Iran is the only NPT signatory in the world, the only one that cannot convince the IAEA that its nuclear program is intended for peaceful purposes. سالن شورای امنیت سازمان ملل، محلی که ایران بار دیگر در صندلی متهم قرار گرفته. It has ignored UN Security Council resolutions. Their actions have been deeply troubling. سایت سری ایران قطعه گمشده پازل هسته‌ای این کشور است. به نظر من تجربه نشان داده است که دلیلی هم برای این بی‌اعتمادی وجود دارد. ولی من فکر می‌کنم افشا شدن تأسیسات قم تایید کننده نبود صداقت در طرف ایرانی است. وال استریت جورنال تهران تأسیسات قم را یک پروژه آزمایشی توصیف کرده است. به گفته مقامات آمریکایی با توجه به ظرفیت محدود این تأسیسات غنیسازی اورانیوم برای استفاده در نیروگاه‌های برق هسته‌ای مناسب نبوده اما می‌تواند برای تولید سوخت مورد نیاز بمب هسته‌ای به کار رود. آمریکا، بریتانیا و فرانسه روز 25 سپتامبر ایران را به خاطر عملیات پنهان ساختن دومین مرکز غنیسازی اورانیوم شدیداً مورد انتقاد قرار دادند. Good morning. In September, President Obama went public with what he called detailed evidence of the secret Qom nuclear facility. Amiri was believed to have worked at or near a then-secret nuclear enrichment facility outside the Iranian city of Qom. According to those briefed on the defection, Amiri was able to confirm U.S. suspicions of the Iranian nuclear program in his debriefings with the CIA last summer. من شهرام امیری تبعی کشور جمهوری اسلامی ایران در کشور آمریکا بوده و قصد ادامه تحصیل در این کشور را دارم. من اعتقادی به تحقیقات تسلیحاتی نداشته و در این زمینه نیز هیچ گونه تجربه و دانشی ندارم. من تنها یک پژوهشگر ساده فیزیک بهداشت هستم که در زمینه حفاظت در برابر اشعه مطالعه و تحقیق می‌کنم. روز سه‌شنبه 17 فروردین 1389 مطابق با 5 آپریل 2010 من شهرام امیری کارشناس و محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر همکنون در شهر توسان در ایالت آریزونا کشور آمریکا هستم که در تاریخ 13 خرداد 1388 در یک عملیات مشترک بین تیم‌های ترور و ربایش سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA و استخبارات کشور عربستان سعودی از شهر مدینه منوره دزدیده شدند. این فیلم 10 ساعت پس از پخش فیلم شهرام امیری از تلویزیون ایران در سایت یوتیوب منتشر شد که هدف آن پاسخگویی به شبهات فیلم پخش شده از سینمای ایران بود که عمده‌ترین شبهه ایجاد شده در تلویزیون ایران بحث مربوط به روبوده شدن شهرام امیری توسط سرویس‌های جاسوسی آمریکا بود که خود در این باره میگویند: من اینجا آزاد و به همه اطمینان میدهم که در امان هستم.
دلم برای همسر عزیزم آذر و پسرم امیرحسین خیلی تنگ شده است. من میدانم که دولت جمهوری اسلامی ایران از خانواده‌ام مراقبت و حمایت خواهد کرد. من میخواهم آنها بدانند که من هرگز آنها را ترک نکرده و همیشه عاشق و دوستدار آنها هستم. امروز دوشنبه 24 خرداد 1389 مطابق با 14 ژوئن 2010 من شهرام امیری خبری کشور جمهوری اسلامی ایران هستم که در روز پیش به لطف خداوند موفق شدم در ایالت ویرجینیا از دست مامورین امنیتی آمریکا متواری بشم و البته در یک جای امن در حال تهیه این ویدیو هستم که هر لحظه امکان داره دوباره توسط مامورین امنیتی آمریکا دستگیر بشم. من در این فرصت کوتاه می‌خواستم در ارتباط با دو ویدئویی که از من منتشر شده خدمت مردم خودم صحبت کنم. ویدئوی اولی که توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر شد و من از شهر توسان با هموطنان خودم در ایران صحبت کردم کاملا صحت داره و هیچ نکته کذبی در داخل آن قرار نداره. منتها ویدئوی دومی که توسط دولت آمریکا تهیه و برای یوتیوب قرار داده شد و در آن من اعلام کردم که آزاد هستم و برای ادامه تحصیل به این کشور آمدم صحت نداره و کاملا کذبه. من اعتقادی به تحقیقات تسلیحاتی نداشته و در این زمینه نیز هیچ گونه تجربه و دانشی ندارم. من تنها یک پژوهشگر ساده فیزیک بهداشت هستم که در زمینه حفاظت در برابر اشعه مطالعه و تحقیق می‌کنم. با نگاهی به گذشته خواهیم دید رسانه‌ها و دولت‌های غربی شهرام امیری را دائما به عنوان دانشمند هسته‌ای و منبع اطلاعاتی نیروگاه اتمی قم معرفی می‌کردند و به همین بهانه هم غرب اقدام به تحریم ایران نمود. ولی من فکر میکنم افشا شدن تأسیسات قم تایید کننده نبود صداقت در طرف ایرانی است. Amiri was believed to have worked at or near a then-secret nuclear enrichment facility outside the Iranian city of Qom. According to those briefed on the defection, Amiri was able to confirm U.S. suspicions of the Iranian nuclear program in his debriefings with the CIA last summer. Today, the United Nations Security Council voted overwhelmingly to sanction Iran for its continued failure to live up